زندگی میکنه. باید این 7 تا شماره تلفن رو بلد باشه. اگه کسی مزاحمتون میشه، شماره تلفنش رو به 195 بفرستین. اگه نمیدونی بسته پستیت کجاست، به 193 زنگ بزن دقیق بگه کجاست. اگه جلوی در پارکینگت ماشین پارک کردن، به 120 زنگ بزن تا به راننده بگن بیاد ماشینش رو برداره. اگه از حسابت به صورت اینترنتی پول برداشت شد، سریع زنگ بزن به 096 380 تا بتونی پولت رو پس بگیری. اگه میخوای بدونی فردا بارون میاد یا نه، باید زنگ بزنی به 134. اگه تو هیچ داروخونه‌ای دارویی رو که میخوای پیدا نکردی، زنگ بزن به 190. اگه تو جاده موندی و ماشینت خراب شد و ماشینت ایران خودرویی بود، به شماره 096 440 زنگ بزن. اگه ماشینت سایپاییه، زنگ بزن به 096 550. و اگه ماشینت چینیه، 64026 کارت رو راه میندازه. اگه تو هم میخوای ببینی چند تا سیم کارت به نامته، کد ملیت رو به 3050 پیامک کن. حالا اگه واقعاً برات کاربردی بود، این پست رو لایک کن تا خستگیمون در بیاد و بفرست برای